در همین نظام سلطه که شما اسمشو آوردید بعد از ریپ یعنی تجاوز به عنف بالاترین گناه دروغه. ما صادقیم در رفتارمون، چون صادقیم ثابتیم. اگر مثل خیلی از شماها دروغگو بودیم و پشت پرده یه چیز دیگه داشتیم کلا سرتون میذاشتیم. پاییز گذشته زمانی که حضرت عالی در سازمان ملل سخنرانی داشتید در مجمع عمومی فرمودید که احساس کردید که یک حاله حضرت عالی را در بر گرفته بود. برای 27 دقیقه جناب عالی می‌فرمایید هیچ کدام از رهبران دنیا چشم بر هم نگذاشتند برای شنیدن پیام جمهوری اسلامی ایران. حرفای جالبی، منم تو روزنامه ها خوندم این حرفا رو. من فکر کنم این حرفای روزنامه‌ای که بالاخره همکارای شما می‌ذارن برای فروش بیشتر. جناب عالی این را نفرمودید. من در روزنامه ها خوندم. I read this in the newspapers. قربان، خب سوال بنده این نبود که جناب عالی آن را در روزنامه خوانده اید یا خیر؟ از روزنامه مطلع شدم این حرف. Well, I was told by the papers about these. یه نفر از همین که هم رفت ایرانی صحافه تو وقتی تو شروع کردی بسم الله اللهم گفتی من در اینجوری احاطه کسی رفتی توی حسنی توی حسن تا آخر و خودم این احساس کردم. من احساس کردم که اصلا فضایی دفعه عوض شد اینجا و همه حالا 28 دقیقه ما میدم سلام موجه ندادن. اینجا میگم موجه ندادن قلوب نمی کنم اما انتظار نیست چون نگاه میکردم همچنین انتظار مرکوت بود یه دستی اینا رو همه رو گرفته موجه اشتده بود چشا بوجا شد رو باز کرده بود این از جمهوری اسلامی هم چیز یادتون هست حتما ماجرای حال اینو چی بود این ماجرای رئیس جمهور؟ میگن بله احمدی نژاد گفته است ما کیا چه حالا نور ما نورمون کجا احاطه کسی رفتی توی حسنی توی حسن تا آخر و خودم این احساس کردم حالا نور ما نورمون کجا